آیا هادی تا به الان مرده بود؟ هادی کجا بود؟ این یه ماه دو ماه چی شد؟ چرا استریم نمیذاره؟ چرا ویدیو نمیذاره؟ چرا از بچه ها خبر نداره؟ تو این ویدیو قرار از بدبختی ها از صفر تا صدش بگم براتون که چه اتفاقی افتاده که من نبودم و کلا مردم و یهو قطع شدم و پریز برام کشیدن این حرفا. تو این ویدیو قرار همش رو توضیح بدم و یه سورپرایز دیگه واقعا بهترین داریم. قبل از شروع ویدیو باش چطوری بچه هادی امپیاد هستم و خوش اومدیم به اولین ویدیوی چنلمون. بچه ها اولین ویدیوی چنلمونو همین الان از باشگاه برگشتم خسته کوفته نشستم گفتم آجی یللی تللی بسته ناموسم. گفتم شروع کنیم بزنیم تیپ و تار همون کلا بریزیم به هم دیگه. آقا چه خبره بچه ها خوبیم؟ الان واقعا یکم استرس دارم چون یه ماهی کلا پشت سیستم نشستم، یعنی از کلا از ستاپ دورم، یه جوری واسم آشنا نیست، اصلا یادم رفته چجوری استارت کنم. ولی اینو توضیح بدم که بذار این دکمه رو بندم فاز لاتی بندم. آقا برگردیم به 1000 سال پیش. یه ماه پیش که چی شد که من یهو استریم رو گذاشتم کنار رو نمیدونم دیگه پکیدم نبودم این حرفا. جونم براتون بگه آقا ما داشتیم استریم میکردیم مثل روزای عادی بلا اینا. البته قبلش اینو بگم بهتون، ببینید سیستم من بعد یه مدت من هر هفته آقا میگم این هر هفته که نگفت مثلا 2 هفته یه بار 3 هفته یه بار اینا دیدم آقا این داره هی ویندوز میپنه هی پولیسگیری میاره خدایا این چشه. هی محمد حسین زنگ زدم محمد کجایی؟ گفت همیشه زنگ میزدم بعد یه تکرار عادت شد زنگ میزدم گفت ها چی شد ویندوز پری. آره پاشو بیا یه ویندوز بزن. دمش گرم حالا انجام واقعا ممنون، خیلی بهش زحمت دادم این چند روزه ولی نمیدونم همینجوری هی ویندوز زدیم و ویندوز زدیم و ویندوز زدیم اینا. آقا یه جایی رسید دیگه ویندوز هم رو SSD بود دیگه، هارد SSD. آقا یه روزی من بیدار شدم شبش هم حتی روز قبلش هم مثلا ویندوز زده بود اوکی بود، شب خوابیدم صبح بلند شدم دیدم آقا باز ویندوز پریده. اما این بار رفتم توی سکیوری بود دیدم آقا کلا هاردم نیست. یا داداش من نساییدم نیست. اصلا هارد SSD اینجا نشون نمیداد. خدا سوخته. یه چراغ چشمک زدم داشت رفتم اونجا این نگاه اینجوری میکردم گفتم آقا این چراغش روشنه کار میکنه چرا فعلا اینا. حالا اینجوری شد که دیگه سیستمو دستمال پیچی کردیم رفتیم پیش دکترش انداختیم جلوش گفتیم آقا این چشه؟ یا چش شده بچه سوخته. گفت اوکی من نگاش میکنم اینا بهت خبر میدم دیگه. بعد فرداش زنگ زد گفت که آره داشت این هارد SSD یه جوری شده که کلا آره نمیدونم سوخته چی شده کلا نمیخونه، یعنی کلا نمیخونه نمیدونم عجیب بود چی بود. گفت اوکی حالا مثلا گارانتی داشت. اونجا شانس آوردم که باید گارانتی داشت. بعد مثلا فری بود دیگه مثلا بره گارانتی تعمیر اینا تعویض چه کلا همش فریه. گفتم ما کی آقا گفتم کی میاد؟ گفتش که برو یه هفته میدم چیز میکنم میاد دیگه. گفتم باشه حل اوکی میاد یه SSD جدید دیگه اصلا اوکی. آقا این یه هفته شد 2 هفته. زنگ زدم داداش خوبی؟ خوب ناموزد چی شد؟ بعد گفت آره فرستادم اینا زنگ نزدم چیزی مثلا اینو من کم کن چه سلام کنم 2 تا اومده یا خدایی که سلام 2 تا بیاد شلوارتون کنم.
آره زنگ گفت 2 هفته شد. بعد هی زنگ زدم آجی چی شد فعلا، گفت به خدا نیومده، من فرستادم و زنگ زدم اونجا گفتن اینجاست و فلان. گفتیم باش. آقا هی رفت روزا، رفت شد 3 هفته. زنگ زدم گفتم داداش 3 هفته است من یه اسستی بهت دادم. البته تقصیرم واقعا نداره، واقعا تقصیر اون نیست. گفت که به خدا زنگ زدم به شرکت تو تهران، فرستادن تهران واسه تعمیر. زنگ زدم شرکت گفتن که آقا اینجا نیست، تعمیر چیز آره تعویض شده، تو راهه، داره میاد دست پستچو. گفتم چیه؟ بعدش چند روز بعدش زنگ زدم دیدم نه خبر شد. یه ماه که شد داشت زدم به سیما خانم، یارو زنگ زد. تفلکی واقعا عجیب، واقعا اون کاری ای نبود میدونی. زنگ زدم گفتم آقا پیمان اعصابم خورد، آقا یه ماه ما انتظار بیکار الاف نیستیم، ما کار داریم، کار و زنده، هزار تا بدبختی داریم. چی شد این اصلا؟ گفت به خدا فلان اینا. گفت اگه فردا پس فردا نیومد بیا یه اسستی بدم بهت، برو استفاده کن، کاراتو قشنگ بکن، هر موقع که اسستی اومد من میندازم سرش. آخه من فکر میکردم از اسکمه مثلا، کیس هم کلا کمپلت همشون گذاشته گفتم آجی خورد رفت بالا فلا اینا. اینو که گفت دیگه خیالم یکم راحت شد. فردا پس فرداش بهم زنگ زد گفت داداش اسسیت اومده، امروز که نه فردا ویندوز کاراش ایناشو بکنم بیا ببر. منم ذوق گفتم واه حاجی تموم شده رفت، برو بریم. بعد من فرداش با شوق و ذوق و اینا رفتم گرفتم، حالا پولو پرداخت کردم دم در که مثلا میخواستم پولو پرداخت کنم با گوشی. نمیدونم من پرسیدم یا اون پرسید چی شد، به این نتیجه رسیدیم که این SSD که اومده تازه همون مارک نیست، یعنی اون مارک قبلی که من داده بودم بهش اون نیست. دوما بدون گارانتیه. یعنی دیگه همونجا بود که کل شادیان. گفتم باشه اوکی بابا اصلا باشه گارانتی نره. گفتم که خب چیکار کنم؟ گفت نه اوکی مثلا مارک خوبیه و اینا مثلا 2 سالی میره. گفتم باشه آقا بعد 2 سال خراب شد چه گوهی بخورم. SSD که الان 12 تومن 500 گیگش 512ش 2 سال دیگه 3 برابر میشه 4 برابر میشه. ما چیکار کنم؟ گفت که دیگه نمیدونم دست من نیست و دیگه شرکت فرستاده و منم شرمنده و این حرفا. گفتم چی بگم دیگه کاری که شده دیگه. الان 2 تا راه بیشتر ندارم، یا اینکه الان دارم از یه سیستم استفاده میکنم بکنم تموم شو بره، خرابم شد دیگه نمیدونم چه جلی به سرم بگیرم. البته ایشالله چنل یوتیوبمون مانیتایز میشه اوف اصلا خراب شد 10 تا SSD میگیرم میندازم. آره راه اولم اینه، راه دومم اینه که این SSD رو بفروشم که کمتر کسی پیدا میشه که بدون گارانتی SSD بخره. چون الان چند روز دیگه از شرکت اومده تازه پرفورمنس 100 کلا هلزینا 100 تمیز. اه، جهت خرید لطفا شماره زیر رو یه پیام بگیرید. آره یا بفروشمش، فکر کنم قیمتش 10 تومن ایناست، بفروشم باید 2-3 تومن خودم بزنم روش برم از یه مغازه برم آقا یه SSD خوب با گارانتی دار بده اونم 13-14 تومن دیگه. و قبل اینم آجی من معذرت خواهی میکنم یکم سرما خوردم اگه صدام گرفته خیلی ببخش، خیلی شرمندم، خستم از باشگاه اومدم اصلا. گفتم بشم یه ویدیو بگم اولین ویدیو چنل یوتیوب رو بندازیم دیگه شروع کنیم. مثلا با محمد صحبت کردم الان خیلی کارا بکنیم، خیلی کارا بکنیم. آره دیگه گفتم یه ویدیو بگیرم هم تو چنل بذارم بچه ها برن خبردارشن، بچه هایی که واقعا
15 نفر تو روبیکا و یه فکر کنم چند 8 نفرم تلگرام اینا بودن، بچه های گل واقعا هر روز هی پیام میدادن چی شد، سیستمت اومد نیومد، یه ماه شد فلان. قربون همشون برم، جدی واقعا دمشون گرم، لطف دارن، خیلی بهم لطف دارن واقعا. هیچ وقت زحماتشون، همینجا دارم میگم، هیچ وقت زحماتشون رو فراموش نخواهم کرد. و دیگه همین دیگه اومدم توضیح بدم که آقا بدبختیمون از یه ماه قبل شروع شد، این سیستم ویندوز میپرونه. خدا رو شکر الان خبری نیست. ببین انقدر برام سخت بود فرض کنید مثلا فوتبال پرتغال بود، آخرین بازی پرتغال که بعدش حذف شد اسپانیا بود فکر کنم، آره یادم نیست اسپانیا بود فکر کنم. صبح ساعت 3-4 هم بود یادم. نشسته بودم چیل کرده بودم اینطوری داشتم تخمه اینا میشوندم، یهو دیدم صفحه فریز شد. گفتم یا اول صفحه فریز شد. حالا من وایسادم هیچ کاری نکردم، بعد مثلا 2-3 دقیقه صفحه رفت اومد، داداشم بوله سیره برو بیرون. دوباره ویندوز فرمون دیگه. آره دیگه اون موقع دیگه نیستم، اون موقع نیستم. قرار استریم رو شروع کنیم، استریم توی آپارات تله لایو، اگه اینترنت هم بکشه بذارم مثلا. آره روبیک چیز میگم روبیکا آپارات تله لایو ایشالله. خیلی دوست دارم من توی کیکینا لایو بزنم، توی یوتیوب لایو بزنم، خیلی دوست دارم، ولی که اینترنتم یکم شوته، یکم تو دیواره، باید یه فکری به حالش بکنم. بچه ها هدف میذارم مودم پر کنم. خلاصه دیگه همین دیگه، قربون همتون برم، این بمونه به یادگار. حاجی میدونی چی فکر میکنم الان این جمله رو میگم، مثلا بعد 2-3 سال چنلمون که بالا میاد 100%، کمتر از 2 سال، من واقعا به این ایمان دارم. خیلی چون میخوام تلاش کنم، خیلی تلاش کرده بودم، میخوام بکنم، میخوام ادامه بدم این چنلمون. واقعا کمتر از 2 سال میخوام قشنگ تاپ باشه، مانیتایز بشه چنلمون، بتونیم کلی کارهای خفن بکنیم. و مطمئن نمازی این مثلا ویدیو اولین ویدیوست دیگه، بعد مثلا 4-5 سال 5-6 سال اینا، مثل آریا کیوکسر هست قدیم ویدیوهاشو ادیت میزنن، اینم آجی ویدیو ادیت بزن اینطوری برن که آجی یه روزی الان 1405 دیگه اولین ویدیو یوتیوب بمونه واسه یادگار. بعد 4-5 سال بچه ها بیان اینطوری ادیت بزنن مثلا افتر فلان اینا. خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم این کار رو. یا مثلا کد شلوار اوف، جدی عاشقتونم آجی واقعا دارم میگم. همین دیگه، این بمونه یادگار واسه اولین ویدیو چنلمون. و توضیح دادم که چرا نیستم، واقعا شرمنده‌تونم. خیلی بهم لطف داشتیم بچه ها، همیشه کامنت میذاشتن، همیشه پیامی میدادن، زنگی میزدن، گفتن واقعا پرسجو احوالمون بودن. خیلی شرمنده شدم ولی دیگه تموم شد. ایشالله که تموم شد میخوایم ادامه بدیم، بریم جلو، بهتری کنیم با هم. ویدیو رو همینجا تمام میکنم، شد 15 دقیقه، ادیتش هم خودم میخوام بذارم، بعد گوشیم هم جا نداره، باید پیسی اینم خیلی زمانه. اوکی شد. دوستتون دارم، کلام آخر، قربون همتون برم. منتظر ویدیوهای جدید، تقریبا هفته فکر کنم 2-3 تا ویدیو قرار بذاریم ها. استریما روی آپارات هست، توی دیسکریپشن همه لینکاشو میذارم. گروه چت تل دارم، روبیکا دارم، چنل آپارات استریم و تللای و همینجا و این اینستاگرام حتما فالو داشته باشه، اونجا همه چی هست، همه لینک ها رو گذاشتم، بازم توی دیسکریپشن میذارم براتون. قربون همتون برم، مرسی که تا اینجا ویدیو همراه بودید.
خیلی دوستتون دارم، واقعا عاشقتونم. بدون شما هیچ کاری نمیشه کرد، به هیچ جایی نمیشه هیچ جایی هیچ جایی نمیتونیم برسیم. سوختم آجی. ببخش. هیچ جایی نمیتونیم برسیم، واقعا عشقای منید دیگه. قربونتون برم. فعلا ویدیوهای بعدی. پیس اوت.